مقدمتر از اونه که ما گفتگوهای خود رو شروع میکنیم، من خدمتتون عرض میکنم که رسو 6 سال مقدم در همین روز برادر بسیار گرامی همه ما استاد سخن، استاد ژورنالیستیکا، استاد رادیو، استاد ژورنالیستیکای فوریت، استاد شریف میسایزاد از این دنیای سیفلی بیبریده و برنامه علمی پیوسته بودند که من خواهش میکنم خاطر شریف میسایزاد را با یا خاموشی یا از جا بلند شدن اگر باشد گرامی بدارم. خدا جاش جنت باشد. گازت مردمی SSSR تصمیم گرفت که در همین روز معرفی 3 کتاب خود را که به واسطه ما بچه ها آماده کرده بودیم، من، استاد عمر شیرخان، آمیرانه دوستی و ایبک سیفافندیم و جمیله بانو شهرزاد امین که این روز خوشبختانه یا متاسفانه در اینجا نیستند، ما خیلی زحمت کشیدیم که کتاب ها رو آماده کردیم. هر یک شما اهل سخن هستید، اهل کتاب هستید، میدونید که از نشر کتاب بوده اون را مثلا صحیفه بندی کردن، خواندن و تحریر بس مشکل تر است. من از یک دوستان و تمام کارمندان گازت مردمی اسر برای خدمت‌هایشان عرض سپاس می‌کنم. در کتاب مذکور، در کتاب نخستین که با شریف میسایزاد بخشیده شده است و بعدتر باز هم معرفی می‌یابد، ما شعرهای آخری استاد زنده‌یاد، دوست بهترین و مشفق‌ترین خود را که هیچ زبان نمی‌گردد رحمتی بگوییم و ما به رحمت حق پیوسته‌اند گیردآور کردیم. در اینجا همزمان خاطرات افراد هستند که درباره شریف میسایزاد نوشتند پس از مرگشون که ما در گازت مردمی SSR آنها را گیردآور، جمع و نشر هم کرده بودیم. کتاب دومی که ما به دست چاپ دادیم این کتاب استاد مقصود حسینوف است. شما میدونید مقصود جان حسینوف یکی از سرکارترین، سرمحصولترین ژورنالیست تاجیک بودن، بس اپراتیوی کار میکردن. یا خوشبختانه یا متاسفانه در عرض و طول امروزه و بعدی من نمیبینم که مثل مقصود حسین یگان ژورنالیست حتی چهره‌گشایی هم کرده باشد. استاد با طبیعت سر و کار داشتن و اونهایی که در جمهوریت کار کردن، در گازت تاجیکستان کار کردن، نیک در خاطر دارم که استاد بسیار با عالم وحوش سر و کار داشتن، با عالم وحوش سر و کار داشتن و انا همین گفتگو با طبیعت که در اینجا درباره گل و گیاه و زاغ و مار و کژدم و سنگکش هست، این با کودکان بخشیده شده است و اطفال ما را بیشتر با طبیعت نزدیکتر میکند و من فکر دارم اگر این کتاب با تعداد بیشتر نشر بگردد و دسترسی مردم بگردد، دسترسی خواننده ها بگردد، دسترسی مکتبش ها بگردد، باز هم نور بر بالای نور خواهد شد، چون که واقعا هم این گونه کتاب ها در اون کمتر نشر می شود. کتاب سوم خدمتتان عرض می‌کنم که این کتاب بنده است با رومانی اشان بلکی درباره جدی بزرگوار خود ما تاجیکان قصه می‌کند که در سالهای 20 به مثل تا آمد انقلاب سوویتی در شاهیگری بلجوان در کوهستان بلجوان اینها عرض هستی داشتند، سفرها داشتند. حاضر به نظر ما می‌نماید که هر چیزی که ما داریم از همین سال
مثلا 20 با پس است. باور کنید اگر مردم ما سالهای طولانی هزار ساله ها ملت پرست، دولت خواه، استقلالیت طلب نمی بودن، ما با این روزها نمی رسیدیم. ضمناً همون مبارزه هایی که با پانتورکیزم حضرت عینی و فرزندای فرزانه ایدئولوژی در ساحه جنگ ایدئولوژی و اطلاعاتی می‌بردند، اشانبله یا خود اشان غیاث‌الدین بین شاه حسین بین شاهگرد علی خمیبیدی بلجوانی با ضرب شمشیر می‌بود و با مردم استپنشین، با مردم غیر تاجیک، با مردم ترک نژادی که اون وقتها غصب می‌کردن سرزمین ما رو. و همین مبارزه ها بودند که در آینده بر مسکو، بر شوروی، بر مرکز خبرها رسیدند که این مردمانی هستند که از استقلالیت خود دفاع میکنند، ملت خود را تاجیک میگویند و خود را فارس زبان، تاجیک گفتار و تاجیک اصل و صاحب همین مرز و بوم میپندارند. دوستان جانبه که اسراران هم بیشتر از همه بدونند که اشانبله و دولتمندی اینها در سال 1920 توجه کنید، در سال 1920 خریطه جمهوری خلقی دموکراتی بلجوان را کشیده بودند که در همین و مثلا همین موقع یا تریتوریای بخارای شرقی با آن وارد میشد. یعنی اینها که اون وقتی دولت‌ها با نام ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان وجود نداشتن که بعدتر به میان آمد، اینها خود را همچون تاجیکان بلجوان گفتند، همین سرزمین را، همین شاهگری را میخواستند که یک دولتی صاحب استقلال بکنند که فکر میکنند اینها قدم‌های نخستینی بگذار پریمیتیو ساده لوحانه بودند که آورده بعد تاجیکستان امروزه رسانیدند. به مرابی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را گشته چرخ عالمگیر کرد. ما با دستگیری حامیان یا خود سرپرستان به دستی نشر دادیم. کتاب شریف میرزازاد را سرپرست مالیش سراج‌الدین اکرامزاده رئیس ریاست امانت بانک جمهوری تاجیکستان است که ما از سپاسگزاری میکنیم که در برابر کارهای دولتی و ساخت و سازهایی که میکنند کتاب‌ها را نیز به نشر میرسانند، زیرا وقتی که کتاب‌ها چاپ میشوند فرهنگ مستحکم میگرده. باور کنید همین ساخت و سازها با رنگ و نما و نمودی نو میگیرد. کتاب گفتگو با طبیعت که به قلم استاد مقصود حسین داخل دارد و بازنشر شده است، سال 1989 در RSS تاجیکستان چاپ شده بود. با کمک و دواده و تلاش‌های دختر زیبایشان جمیله مقصود که امروز راه پدر را گرفته‌اند بازنشر گردید و سرپرست چاپ قربان فیض‌الله‌زاده دیرکتور کارخانه تبع و نشر شرق آزاد است که ما از اون کسی سپاسگزاریم و کتاب اشانبله، رمان اشانبله رو 2 نفر سرپرستی و دستگیری چاپی کردند. یکی شاعر بسیار توانای ما دولت سفر و دیگری باز هم قربان فیض‌الله‌زاده که ما از یکایک آنها اظهار سپاس میکنیم. خب در اینجا من فکر میکنم نفران نشستن که با کتاب‌ها شاید نخستین بار آشنا میگردن. من بسیار خواهش میکردم از استاد عمر شیخان که همه همین کتاب‌ها رو تحریر کرده، زحمت کشیده است، رمان اشانبله رو معرفی میکرده. رمان اشانبله یک رمان رومانجویی است که در مورد وطنخواهی خواهی این جناب برای مونامه در صورت در دوره استقلال یکی از بردهای این رمان همین است که تاجیک رو
از دیگر میدن اصلی معنیش اولتر کردنشان میدهد این هم سفرهای ایشان برای مبارزات آنها با ترکان تاخت و تاز میکردن در آسیا و محاربه های جوان مردمه در حدود روسیه پادشاهی این خود یک شرافتیه که مرتبه مرد تاریخ رو در عرصه ملت‌بینی دارد. رمانی بسیار شیرین و خواندنی هست. هر کسی که این رو خواندنی اثر آغاز میکند در یک نفر میخواد آن رو با آخر رساند. برای این توصیه میدیم که این رمان خوانده شود و چنانکه که خود معلم وعده کرده باید قسمت دوم این رمان نوشته شود برای همه بکنم. اونم رمان ماجراجویی و دویی درباره شخصیت‌های برجسته تاریخ نوشته شده. سیاف دیدی خود را نوشته است. بسیاری نوشته‌های مثلا ادیبان این روزهای تاریخ مانندی در خاطر شاید مؤلف خود را بافته و تافته یا فکر و اندیشه خود را در این اثر پیشنهاد کرده برای خواننده. برای من چیزش خوبتر است یا که برای مفهومتر است این همان غرور و جوانمردی مردی تاریک را اولتر و خوبتر و بهتر در اولی عصر بیشت نشان دادن و این چیز سیال موفق شد. مقصود حسین را من خوب میشناختم. یک نفر بود که بسیار شتاب داشت، همیشه شتاب داشت. گمان میکردید که کار را تمام در پیش دارد و باید آن را به انجام رساند و خداوند با او همگی 46 سال عمر داد و این کتاب خاطره اینه که برای همه ما قلمکشان است. و ببینید که سالهای بود من با مهمانی استاد روزاده بسیار میرفتم و میدیدم که همین مقصود حسین همیشه خانه استاد میرود و یک کاغذ پیچیده دارد که پنهانی با استاد میدهد که من نبینم. بعد یک روز احساس کردم که ناس میبرده است. همین با استاد روزاده ناس میبرده است. استاد روزاده یک همین دندان سوری داشت، همون دندان سوری را از پایان میپرداخت و همون ناس میزد. همین خفم میشد که هیچ گفتن ندارم. بعد وقتی خانومش خبر میافت بعد می آمد مقصود سرزنش میزد نگو استاد این فرق گرفت از تو نمیشی استاد. بعد استاد مقصود پشتیبانی میکرد و من خاطره های زیاد دارم درباره مقصود و یک خاطره عجیبی که به یاد من مانده است. بار در مهمانی بروزاده بودیم که از خوجند پسر رحیم جلیل آمد. بعد نزد بروزاده عذر پدرش رساند. گفت پدرم بسیار بیمار است و بدبین است و همین عذر میخواهد که همون گناه‌های کردگیش را ببخشه. بعد بروزاده گفتند که باید یکان گناه ندارد، من کیها بخشیدم. بعد من پی بودم که درباره سالهای 37 و 38. بعد در خانه بروزاده خوراک خوردیم و بروزاده شراب نآورد. نمیدونم از طرف زنش بود. بعد بود اکرامی را خبرگیری میریم. بعد خیستیم مقصود حسین من شریک همون پسر رحیم جلیل خانه اکرامی رفتیم. من خیلی استاد خبر نگرفتم. بعد رفتیم که استاد همین عشق داشته است. درباره ایشون بالا گفتنی هستم که ایشون بالا این قهرمان این که قهرمان ها ما بسیار داریم. همین پلوتارخ گفتگی یک نویسنده یک تاریخ نگار و نویسنده بسیار مشهور ریم هست. اثر دارد با نام ابرمردان یونان و ریم. بسیار نفرهایی که در تاریخ دولتداری ها به کمال رسیده اند همون اثر پلوتارخ را راهنمای خطبنمای سیاست دولتداریشان میپندارند. اینها
یعنی سیاستمداران را به کمال رساندند. این اثر 3 جلد است، 2 جلد است و 1 جلد ایلاوگی دارد. و این اثر راستی درباره اسکندر مقدونی و یولیوس سزار مقایسه کرده است. و من به این مسئله رو آورده میگویم که سالهای 20 دوره تأسیس‌یابی جمهوری خلقی بخارا دوره بسیار مشکل، عجیب، پوشیده و صحیفه‌های از ناکشاده تاریخ ملت ما است. مختاریت کوکند و مختاریت بخارا بود، مختاریت جمهوری خلقی بخارا بود. و سال 22 نوشار اینها حتی در دوره آمدن همین ترکیه آمدن ترکیه بخشی در همین دوره اولین همون راهبران بخارا از فیض‌الله خواجه سرکرده با اون بخوردند و سیاست مستقل شوی و ساختن یک دولت بزرگ مسلمانی را به میان گذاشتند. انور پاشا هدف خود را داشت، سیاستمداران بخارا هدف خود را داشتند و در همین مبارزه من همین ایشان بلاها و میدان برآمدم. یکی از نفران بسیار توانا که در صف ایشان بلا مثلا مبارزه بوده از دولتمندی می‌باشد. با باری من هم قاسم توکسبا در همون دوره مبارزه را با مقابل روسیه بیهوده شماریده و مثلا سازش بست با حکومت با اسکران سر و حکومت موجوده روسیه سازش بست که ما مثلا سیاست شما را میپذیریم لیکن شما مثلا ما را احترام میکنیم و دولتمندی و ایشون بلا هم یکی از همانها بودند. و سال 22 بر اثر همین معاهده ها و سازش ها یکم آگوست سال 22 در دوره عید قربان در دوره که همین در بالجوان عید قربان را جشن میگرفتند اسکران سرخ ناگهان و همون باششگاه انور پاشا و باششگاه دولتمندی حمله آوردند که شاید ایشون بالا هم همونجا بود و بسیار نفران بی‌سلاح را نابود کردند. این سیاست موجوده دور بود. برای همین برای نسل امروز برای آنهایی که مثلا میخواهند بسازند تاریخ را بفهمند نوشتن سرنوشت ایشون بلاها نوشتن برابر با سرنوشت همون اسکندر مقدونی و یولیوس سزار است که پلوتارخ نوشتند. فرزندان ما قهرمانی را، مبارزه را، تلاش را، تاریخ گذشته را، غرور و سربلندی را، مبارزه های مثلا استقلال خواهی را می‌آموزند روی همین اثرها و باید ما کوشش کنیم که همین اثرها بیشتر شد. سلام باشید، هزار رحمت. استاد برای عبدالرحمن بسیار خوش سخن هم هستند، تاریخ نگار هم هستند. از این کتاب با من توفه کردن و در اینکه چند قهرمان است. در اینجا شاعره رحیم جان آماده است که کتاب زندیات شریف میرزایزاد را برای ما معرفی بکند. اولین برخورد من با شریف میرزایزاد سال 1994 هنگامی که من در کورس اول در دانشگاه ملی تاجیکستان می‌خواندم و رفتم خانه رادیو برای اون که همکاری رو شروع کنم. نزدیک لیفت با شریف میرزایزاد برخورد کردیم در حالی که شریف میرزایزاد اون شب و روز خیلی شهرت داشت و همه ما دانشجوها آرزو میکردیم شریف میرزایزاد از پیش ببینیم. و وقتی رفتیم وقتی که شریف میرزایزاد دیدم در نزد لیفت یک لحظه کرخت مردم و باران میبارید، مویهای دراز داشته اون وقت بعد تایچی کردیم موضوع را بعد با من نگریست و گفت که این باران در مواد زده مواد جنگیده شده یک زیبایی طبیعی همیجا گفت نمی در همین حالت یک چی در ذهن پیچیده است و ما تا آشانه چهارم وقتی که رفتیم تا همون 4 آشانه که بالا رفتیم شریف میرزایزاد 4 مصرع شعر بود برای من گفت بعد گفتم استاد تعریف نکنید که از خود میروم و اون نوشت گفتی که تعریف هم مکن زیرا که از خود میروم گفتم بیرم از خود ولی ای جانی من از من
یک به طرز طبیعی یک چیزی که استاد سرود برای همیشگی در لوح قلب من بماند. بعدا مناسبت‌های خیلی صمیمانه و خیلی ارجمندی که با شریف میرسایزاد ما داشتیم، این رشته ها رفتن پیوند برادری و خواهری گرفتن، پیوسته همنشین بودیم و از صحبت همدیگر خمار می نشستیم و هیچ محفلی ما به شریف میرسایزاد اصلا نمک نداشت. و آخرین نشسته که در روز تولد من در خانه من برگزار شد، شریف میرسایزاد به حیث ساقی محفل، نفری که محفل پیش می بود، همه نفرانی اهل فرهنگ نشسته بودن و محفل اونقدر نیرو داشت، ولی شریف میرسایزاد هر زمان بیرون میرفت. بعد از 5 دقیقه، بعد از 10 دقیقه شریف میرسایزاد گم میکرده و من به او جنگی میشدم که محفل برای چی ترک میگویی، خالی میگذاری، به شما اصلا این محفل دیگر جان ندارد، محک محفل. و بعد از اون که شریف میرسایزاد رفت، بعد از نمیدونم 1 ماه بیشتر، بعد پسر خودی هم یک روز پیش من اومد که بچه جان همون تقوایی همون خط پستک رو گذشت. گفتم ها. گفت روزی تولد شما 2 بار در جای دستشویی از کوش رفته بود، ما او رو بالا آوردیم ولی خب بچه تو نبید که روزی تولدش است ناراحت میشود. اما یک کنی ماه پیش از گذشتنشان، یعنی که دیدنشان حالتشان خیلی خراب بود، ولی ما اصلا استاد شریف میرزا بودن اون در اون محفل هیچ کسی حس نمیکردیم که شریف میرسایزاد بیرون است. یعنی که رسالت انسانی و یک درسی و یک سبقی خیلی عظیم من برای خودم از حضور سبز شریف میرسایزاد گرفتم که انسان در همه حالت، حتی در حالتی که جانش تنگ میکند، برای انسان رو میتواند اگر خوشی بیاره. حالا که در این شب روز بود هستیم که با تنی صحت نفسمون درست برمیآید، ولی برای همدیگر بدی میکنیم، بدی رو رایگاه میکنیم. ببینید شریف میرسایزاد رفت، نمیگیم که بود رفت، ولی ما هنوز از اون بانکی یاد میاریم و هر بار که از شریف میرسایزاد اگر یاد میکنیم، در برابر اون که قلبمون بوس میگیرد، یک نشود در دلمون پیدا میشود، حتما تبسم در روی لبمون. پس نمیشود که شیوه زندگی شریف شایدو رو که خیلی خوب استاد شریف میرزا در مقدمه نوشتن که در هنگام زنده بودنشان نه شعرشان برای انسانها حرفه‌ای بود و قدر داشت، نه حضورشان، نه اصلا گویا که نمیدیدن شریف میرسایزاد رو، ولی انسان از خودش وقتی درک میدهد که علاقه نیست. و بعد از رفتنش شریف میرسایزاد اثبات کرد یک بار دیگر که از همه مهمترین عاملی که انسان رو زنده می‌داشته است این محبت ورزیدن و دیگران بوده است و این دستور شخصا برای من خیلی خوشایند است، پسندیده است و من فکر میکنم به این شیوه باید است. یعنی به یک انسان اگر نمیتوانی نیکی بکنی، منفعتت میرسد، حد اقل ضرر نبری. مهم نیست تو از خودت چی شخصیتی هستی، عالمی، شاعری، متفکری، روزنامه‌نگاری، هر کی نباشد. بیاید شیوه زندگی شریف میرسایزاد رو برای خودمون دستور بکنیم، برای که زندگی هم روز دیگر برای ما دست بگیرد، به همدیگر مهربان باشیم و به همدیگر بتوانیم. اگر من مثلا شما از خانه بیرون اومدید کی بداند چی مشکل‌ها در خانه دارید، مهم نیست با یک نفر دیگر بعد بکنید که اون نفر تگش رو خواسته بکند. شریف میرسایزاد در همه حالت برای انسان‌ها خوشی میبخشید. زندگی شریف میرسایزاد کاملا پر از کمبودها بود. خانم نازنینشان این رو تصدیق میکنن ولی هرگز بیچاره‌واری نمیکردن. اگر بسیار خوش آمده حضور میخواهیم که با این گیروداری زندگی و خدمت شما کمتر برسیم، ولی در تلاش ما هستید همیشه در این کاشانه ما، در این خلقای ما برای شما باز است که هر وقت اگر کمک لازم شد ما و کمک شما میرسیم، چون که شریف میرسایزاد واقعا هم برادری ما بود. و چیزی دیگر رو میخوام قصه بکنم، این هم از روزگار شریف میرسایزاد. شریف میرسایزاد راستان همیشه خنده بود، یک نفری بود که همیشه خنده می آورد و همه زندگیش از اول تا به آخر به گفته ایرانی‌ها جوک بود، یعنی خنده‌دار بود، لطیفه بود، کیسه های شوخی آمیز بود. شریف میرسایزاد خیلی انگه بود دیگه جنگش کرده نمیتونید نیست کم یک کیسه بود. یک زن رو به مهمانی میبرد، میبید که خیلی همراه یک شب زیبا رو به هم میبرد و میبرد تا صبح، انگه که هم لطیفه باور نکنید بود لطیفه و تا صبح
китобашро боз мекунад яке мораки ва то суд дафтари шеъроша мебаронаду шеър мехунад то андозаи шеър мехунад ки зани бечора рӯш тарафи тиреза мебинад ки суд дамид баъд аз ҷояш мехезад сумкашро мегирад баксашро мегӯяд ки хай ман рафтам аду суд дамид баъд Шариф Мирсаидзод мегӯяд ولی کاری نکردیم چه میرویم؟ میگوید بیا مانی تو مردکی یا شویی؟ یعنی شریف میرسایزاد همیشه در حال لحظه خاطری ما با آنمی تبسم های نازنینه که هنوز در زمان زنده بودن شده باشند و هنوز هم میبخشند زنده موندن که باری دیگر از همه شما خواهش میکنم من میبینم که چقدر برخوردهای خوب دارند خصوصا اهل فرهنگ و همدیگر بسیار از این چیز نه تنها بدمون میاد افکار میشویم بیاد به همدیگر خرسندی ببخشید عمر خیلی کوتاه است بر وقت سهر اومدم بعد اومدم خیلی کجا بودی خیلی تیپ که دستور نو شریف داده بودیم در خونه شریف میرسایزاد باور نکنی زنگ زد اون وقت تلفن‌های موبیل نبودن تلفن استاسیونر بود خونگی گرفت زنگ زد ساعت 5 سحر 6 سحر از آواز همین خوابوند شریف اومد گفت که اکای شریف من شما را بسیار خدمت میکنم راست شد همین خوجایل من خونه شما دا بود شریف حالا نمیداند کی گپ زده است اما دستور باید چایی بود برای چی بود ولی الان به خوب درست قید کردن که همیشه استاد مقصود حسین پیران و سالخوردگان را عیادت میره فراموش نمیکرد دخترش هم همون خیلی است اما فقط جوانها و رئیس را خبر میگیره ولی با اون هست از آن که بچه ها برای من سورپریز کرده است بودم و برای استاد و استادی عزیز مال شیخان این کتاب از سر اینم تایپ شده از سر اینم تایپ شده و از سر اینم خونده و ترکریزی شده و تراحی شده و علاقه بچه ها رفته است من در کابینت دیگر خبر ندارم یعنی اینو ممکن هم توانستن که یک مدت به من ضربه زنم نمیتوانه تشکر زیاد از همه دوستانی که این ممکن هم هدیه بهترین بود پیش و پیشی زادروز شادروان که 28 فوریه بود و اگر در قید حیات می شدن روزی چند ساله می شدن؟ 68 مثال سینیش 68 رو پر میکردن و شکرانه اون که شما دوستان همکارسان هستید و من هر گاهی که هر یکی شما رو میبینم و یادم همون لحظه‌های کودکی یاد میآیم و یک مهمان بسیار عزیز و گرامی که وارد شدن برادر عزیز از نورک در همین چند لحظه که من تا بالا ایشون رو راهنمایی کردم و اگر گفتن که ما خونه شما میرفتیم و در خونه شما خواب میکردیم تلفن استاسیونر بودن استاد بطر میمود و شوخی بسیار میکرد ما را میترسان شوخی بسیار میکرد و کتابی که راستی گفت این کتاب رو بعد نشر من خودم بار اول خوندم نخوندم بار اول خوندم واقعا خیلی چیزهای نو رو برای خودم درک کردم آموختم یافتم پیدا کردم بهترین چنانه که رسول میگم دوباره هیستوری قصه های صمیمی از دوستی انسان و طبیعت از دوستی انسان و حیوان از دوستی انسان و رود و آب و دریا و کوه و گلوگیا است و فکر میکنم و حتما بعد پرزنتاڅ همه کتاب‌ها رو به کتابخانه‌های تمام شهر و نواحی کشور حتما تقسیم میکنه. بهترین کتاب برای طبیعت دوستداران جوان است. بهترین کتاب برای ناتورالیستان جوان، برای آنهایی که بیولوژی، طبیعت، شیمی، فیزیک رو دوست می‌دارند. فکر میکنم حتما به نسل جوان ما پسند می‌آید. تشکر، خوش آمدید که امروز با ما هستید. استاد عبدالحمید صمدوف با محفوظ جان حسینوف طولانی دوستی داشتن. ایشون بلد در بین مردم قصه و روایتاش زیاد بودن اون سالهای کودکی ما و بعداً در نوشته‌های بعضی از دوستای ما
اومدن البته دوره است که از اینجا برای گپ زدن کس با تاریخ سر کار داره بسیار اینا شخصیت های عجیبن هم شونی بلا هم دولتمندی که فرزنداش هم بوده وازی و نمیدونم چند با نبیراشون شاید هست نمیدونم از این کس بودن اینا خیلی بسیار خوب شده است که این کار کرده و این کار که کردیم با گره دیگر چیا شده میشه و نزهت و اون حرکت هایی که در بودی رشت بود در اون زمان اینا رابطه داشتن امید است که در این کتاب هستن کار خوب شده است ولی نخونده میخونیم درباره شریف میسایزاد این بسیار انسانی عجایب بود و بسیار خوش ظرافت بود با همون دو ترچهش هر جای میرم سرودخوانی میکرد من در چند محفل و معرکه دیده بودم اگر یگون چی میگن قهرمان نمیافت که اونم مثلا ظرافت بیاد چیکرم درباره خودش هم ظرافت رو میگم درباره صداش درباره چیز و کوشش میکرد که همون همنشین ها همون محفل شاد کنند لیکن این در من شعر شاید جواز دیدم شعر اینجا دوستا گفت زدن اینا همین در اون زمان همه خیلی یک دوره دعوت دیدن که اینا خودشون هم مخلصی شعر میگرفتن نه دعوای شاعری و این چیزا نمیکردن به نظر من اینا بیشتر همچون مخلص و اینا زیاد هستن خیلی زیاد هستن اینا مثلا در اون دوره که اوجی شعر سالهای 60 بود 60 شروع از استاد مومنشو و از لایق از بزرگ بکسار و بلنظر و یک زمره شاعرهای دیگر بودن که اینا این 30 سال بچه ها از روی هوا و هوس و این چیز شعر میگفتن در باره دوستاشون رفیقاشون من دیدم در باره ریلت بسیار عزیز و شعر گفتن لیکن من دعوای همه ای کرد میسایزو رو ندیدم که گوید که من ژورنالیست در رادیو بیشتر اینا پرچم بردار همون برنامه های رادیو بودن یادشون بخیر بسیار انسان نجیب بودن مقصود جان همکار ما و بسیار چنانه که گفتم بسیار در حرکت و جستجو بود یک شخصیتی یک انسان بود که اینا خودش هم بعضا نمیفهمید که چی کار میکند و چی کار کردنی هستید بسیار پرمحصول بود کار میکرد و کوشش میکرد که همش برد لیکن همین این در باره طبیعت کتاب چوب کن میشود که از ایجادیات مقصود جان اون چیزایی که در باره شاعر و نویسنده ها و لطیفه ها و حجوی ها نوشته است همین خیلی یک کتاب دیگر اونا این دخترش این وقت کودکک بود از یک بانوی چوبپهلوی از خدا رحمتی مقصود جان چاک و بردم الهی هم همیشه هم خیر باشد همون کتاب چیزای خوب دارد حجویه ها این چیزای خوب دارد یک لحظه رو میگم این مقصود جان که در ردکس کار میکرد مسئله خانه دارشویش در خوجان توی کرد این بسیار دائم همین گفتگوش حرکتاش جزئیاتای زندگیش بسیار وای بود چی میگن همین پرظرافت چی بود و اون محیطی روزنامه تاجیکستان سویتی جمهوریت بسیار جدی بود و معاون محرر ما زنده‌یاد عبدالجلیل واسی زاده که از خوجان بودن همین اون قدر خوشونه می‌آمد این بچه‌های که نظام لطیف مقصود جان با یک گروه بودن اینا یک گروه بودن که همیشه یک کاری میکردن که با مثلا سیاست و اون چیزای اون گازی چی نیست مقصود جان دویم جهت زده میگفت است که جدی شد وای مقصود جان من توی چند بار گفتم جدی شد ولی مقصود جان زنگ گرفت چند هفته نیست اومد معلم واسطه جهت زده گفتین که اکور پیشم میکنی من توی گفتم جدی شد ولی مقصود جان اومد پیش ما چیکار کنم این دفعه بسیار سخت گرفت گفتم چقدر سخت گرفت گفت که میگرد از کار جواب میتیم محاکمه میکنیم در مجلسی کمسمالی و پراکسیوز یک جویه و یک
چی بگم شعبه خوجه قشلاق اونجا کسی کار کرده باشه اونجا میدونم همه معرکه های همون روزنامه تاجیکستان سویتی در اونجا میگذاره مجلس گذارونده مقصود جان خطی ما سیناریا تیار کنم گفت که اگر مسئله همین از کار چیکار کنم وای گپ زنیش همه چی بود چهرهش نگاهش موی سرش رو زیر همین صورته که یا عجایبا بسیار خوشم چی بود و گاه در همونجا مجلس میشد یک باید داشتیم ماشینیست که یهودی تبار چورپال و همیشه چی بود مقصود جان اون خطی اپرا میخوام اپرا میخوندم خیلی چیزا داشت من گفتم مقصود جان نباشد یک رول بازی میکنه گفت چه رول بازی میکنم چیکار کنم چی گوید این مسئله گفتم اگر بسیار سخت گیرن همین رفته گوشه که تلفن رو میبرداری مقصود جان این چیزا رو بهتون نیست یا حرکت تند خطی گوشه که تلفن رو میبرداری واسه زوده میپسد چیکار میکنی تو چیکار میکنی که من خوجان زن میزنم چه میکنی من اویده با جواب میتیم من همین توی کنم همین قدر بای کنم ماه اصلین هفته های اصلین بگذارونم اومده اینجا من ایخیل محاکمه کنم واقعا مالی بزرده بسیار جدی که پسر کن 1000 بار همین مقصود جان گفتیم جدی شد جدی نشد من ایخیل کرد ایخیل نشد جزئیات های بسیار آوردن من این بچه ها خطی ایخیل مخیل من رفت با جایی که 10 روز بودم وقتا خوب داشته بود 10 روز یا هفته ماهی اصلی این گفت 20 روز نامد 15 روز نامد این هم یکمت چیز از کار پشکن از روی اکسیندر که همین مقصود جان موزی سر شیخ روشت خمیدگی های این خیلی استرادی پریدون همون باید برداشت گوشک تلفن مایلس رفته است هاچ کم کنی خوجان زن میزنم خانم و مادرش زنده بود برادرش بود اونجا خوجان زن میده چه میکنی ما آینه جواب میکنم این کارو نکن باید زورا کسی است واسه زوده زورا کسی است این کارو نکن ما توی برای اصلاح شدن این گپای نگفته استیم انا که باید کنی نه اگر این برعکس مقصود جان جدی شده کن نه ما همون کارو بکنم من این قدر محاکمه و این قدر سزا و این قدر گپ باشد اگر چه لازم بود اویله‌دار شدن من و یک کار کرده رئیس پروفسوری رفتم معلم روسی زوده مقصود جان با قول از سر جال گردانده گفتن که خیلی گرد نیم بعد این خیلی نکن یک انسانی بودن که از تمام پیران و برجامانده خبر نگرفتن و حتی یک حادثه هم شده بود که یک مرتبه در چرخ گردون اون کس به حیث سراغگیران کار میکرد رحمتی اکبر ستار وقتی که درباره کدام یک هنرمند بود نمیدونم ظفر موضوع صورتش هم نکابر نیافتم صورتش نیست در ارخیو هم نیست باید صورت کنی خیلی من مقصود خیستن خیلی سپید نکردم ولی بر وقت مود بعد گشتم اکبر گفت که خودی حاضر چقدر مبلغ در کن کشد گبزم حتی اما خراجاتی پیروسالام بردگیتم با حساب که من پولش میتیم تو رو صورتی همشون میگیر هر کسی که این پاش بلبی بود من رسیده ایستوده است همش صورتش گرفتم همه خیلم خیرمند و پیشی که رفته بودم اما بیمار بود شادرمان یا نظر اولازر میرم من از این طرف صورت میگیرم از اون طرف صورت میگیرم بعد میگم من میدونم ما بود که من میمیرم لیکن من حالی به این رسیدی نمیمیرم واقعا هم خیشیده بود شریف در حقیقت یک برادر بسیار عزیز بود برای من و وقتی که من خبر من شریف را فهمیدم وقتی این کندن بین زمین و آسمان بود چون که ما امید داشتیم که شریف اقلا یک 20 سال دیگر عمر می‌بینه با همه اونه که او در زندگی یگانه چیزی که موفق شد و امروز نامش رو برای ما گذار کرده است همه اشتهای شریف است انسانیت بلند است نام نیک شریف است و من از دستندرکاران و برادر بسیار عزیز سیاه مینداری میکنم چون که
یاد چنین برادران عزیزی که را می‌داشتم امروز در حقیقت برای ما در کار است. مقصود جان، این مقصود جان اجایل یک انسانی بود. ما هم سفر بودیم از کورس اول وقتی که هنوز یک زده که ایدی یک تاقی گردر بود مقصود جان موی سر جنگیده خوش رو داشت زیبا داشت اجایل بود. من شما اینجا عکس نگاه کنید تا این عکس انا همین تصور کنید اگر 10 سال جوان‌تر تصور کنید یک اجایل انسان بود و همین شکل سیماش هم عجیب بود. همین مرده که خوب بغیر از شعر و شاعری و بغیر از نویسندگی و بعد از ژورنالیستی باز یک هنر بسیار هم خوبی داشت که کم کسان از این آگاه. این بسیار ارتیستی مورد بود. باور کنید وقتی که ما در الماسی فولکلور جمع می‌کردیم در کورس سیوم بود فکر کنم دوم همین مکتبی که در اونجا ما اجرا کردن دیرکتورش گفت که ما کورپا و چیز نداریم یگون چیز نداریم شما همراه خودتون بیارید ما گفتیم ما خودمون رسولادوشکا بودیم وقتا کسانی که در یاد داشته باشن کورپا و این رسولادوشکا می‌زدی هفته می‌رفتی اون طرف فولکلور جمع کنی می‌رفتی دیگه طرف هر خلاصه که داشتیم راضی بعد میخیل که باشد گفت من آب ندارم چی ندارم من خیلی شکایت کرد از اون معلوم بود که ناراضی است از اون که همین استودنت‌ها در مکتب یک مدت میستن ما یک ماه پرکتیک و جمع‌آوری فولکلور داشتیم در هم ده‌ها میگشتیم از مردم قصه و افسانه جمع می‌کردیم بعد مقصود یک گفت که باید ما این مرده که خوشرو کرده یک باب میکنیم چه گفت که از من افغان سازید از ما وقتا اگر از خارجه آدم میشد گویا که یک بسیار مهمون بزرگی یک چه حاضر خارجه در کوچه قصد از ما نگاه نمیکنیم لیکن وقت از خارجه تنبول از مملکت‌های کپیتالیستی آدم میامد یا اسلامی این برای مردم ما جات واجبیه در مقصود یک خانه‌چه در اومد بعد از نیم ساعت در اومد که ما خودمون نشناختیم باور کنیم یک سله زیبای افغانی بستگی پاشی دراز تا اینجا ماندگی موهای جنگله از دو طرف نمایان همه خیلی لفظ افغانی قطعی سرود خونده ایسا گفت زده ایسا است که حیران میشه بعد دیرکتر مکتب این کس که این کس نماینده از افغانستان آمده این از سفارت سر ما با رساندگی از مسکو و خاطر اینکه همینجا هم فولکلور جمع کنیم ما را کس میمونی پسر بودن بود پسر خانه بریم نه همون تمام شرایط در همون مکتب معین کنید ما خودمون هستیم بعد انا بعد آوردم با استولی نو آوردم کورپای نو آوردم یک کراواتی پروژینیا برداشتم بودم برای مخصوص برای همون مقصود جان این کس مهمون خارجی باید نشد اما از بالا قبل نشونه میگفته انمی کارهایی که تشکیل کردم یک بار چی رفتم یک مگنیتافون کلام بود در سر گردنش خود یک خونسنگی رفت یک پارتی رو میگفتن رفتن خونسنگی تا کلخوزوبار اونجا آمدن ثبت کردن یک چوپان ازبک را ثبت کردن باید تماما گفتم فهمیدن نمیشه گفتم یک کار کنید من میکروفون کوچه بودم همین گرده نوشتگی من تو خواند من خواندم در رادیو همین پخش شد نام باید باید پخش شد صدای من باید زنگ میزد میگه تو پرلانت این آواز من نیست کو در ما ژورنالیستان میتونیم که آواز رو بتراشه مثال نست 70 سال در دوره برتری‌های دوران گفتیم ولی یک نفر باید در دوره همون‌های هم بگرد که حدران میموند ما خودم میگیم که بدنامشان کردیم زناکار هستن ولی اگر بابای باز سیاف خواهش که بابای من سیاف است اگر بابای ما زناکار بدنام از این بدتر باشد پس ما کیریم یعنی ما اولادای خودمون باید توانیم تو اندازه که هستن با مبارکه البته کوشش نکنیم گپ رو نگفتیم ولی به هر صورت با قدران خودمون به احترام می‌گذاریم و بابایان خودمون که بزرگان من وقتی که در آمدم در اونجا استاد موریس نشسته بودن من بسیار خوش میکنم امروز واقعا روزی خوب و یک خیلی رقم زیبا به این خاطر که ما 3 کتاب اینجا رو نمایش میکنیم و من پیش از همه و سریعوش عزیز رساله تشکر و سپاس میکنم که یاد دو ژورنالیست معروف ما را امروز بار دیگر زنده کردیم مسعود حسین که واقعا جایگاه و مقام خاص در ژورنالیستیک ما داشتند و
شخصیتی پرکار انسانی عادی هم نبودند هستند و گفتگو با طبیعت نشر این کتاب باری دیگر کاری اون کتاب و نامی اون کتاب زنده کرد و دیگر دوستی عزیزی ما رفیقی ما همکاری ما شریفان عزیز یک زمان در رادیوی تاجیکستان کار همکاری با این جوانمرد نجیب را داشتیم یک انسانی با جسمی خود اما با شور و ولوله خیلی بزرگ یک انسان محفل‌آرا، یک انسان سخنور، یک انسان سخندان و یک وجودی پر از محبت بود شریفان عزیزی ما کسی بود که با کسی کینه نداشت، با کسی غرضی نداشت و هر کجای پیدا میشد انسان با خوشحال میشدن و در هر محفلی که می بود اون محفل چند برابر بیشتر زیبا میشد از سخنهای شریف، از حضور شریف، از همون نوازش‌های شریف، از صدای شریف. و اینجا گفتم واقعا شریف جان عزیز در همون ژانر گزارش‌های تلفنی در رادیو کسی هست که بگمانم پیش از شریف وجود داشت این چیز، اما شریف کاری کرد که دیگر از همون اوج برآورد و از تمامی گوشه های کشوری ما این گزارش ها رو میداد و در همین مسئله بسیار خدمت هم کرده است و روح شریف جان عزیز شاد بود. و دیگر این از سیاف عزیز و از این روان تاریخی اشانی بله و ما سیاف رو چون ژورنالیست، چون یک کسی که قامتش رو در ژورنالیسم ما به قول راست کرده است و تراشیده است میشناسیم و امروز در این محفل ما سیاف نویسنده رو ببینیم. سیاف نویسنده سیافی که کار رمان می نویسد و اینا از همون ما می توانیم بفکرم منشه میگیرد و هر کسی که در هر جوهری که تلاش میکنند واقعا می تواند و می رسد به مقصد. بنابراین سیاف عزیز من شما را تبریک میکنم برای این کتاب، چون کتاب‌های دیگرتان رو گوشتیم و خوانده بودیم و افکار شما از گازت SSR پیوسته میکنیم که اونجا نظر شما هست و کار شما هست، لیکن این اثر رو حتما بخونیم و با پیشانی برای حتما آشنا میشویم و جانبه عزیز همچنانی که گفتن که ما گذشتگان خودمون رو خودمون از ما سیاه کردیم و از اونها باسماچی تراشیدیم و نیروهای سیاه و از خودمون سرخ تراشیدیم و خودمون رو جدا کردیم از این گذشته های بسیار پرغرور ما و شجاع ما و اما من فکر میکنم که زنده کردن خاطره ها و نام این عزیزانی که این گونه مبارزه ها بودند و من بار اول شنیدم که مثلا جمهوری دموکراتی بلجوان یا مصرف بوده است. مثلا در تاریخ ما هیچ وقت این چیزا نخوانده بودیم و نمیدونستیم و شنیدیم و یعنی که از این محفل نه تنها ما 3 کتاب خاطرمان به ارمغان میبریم بلکه از صحبت دوستانه است بهره‌های برداشته‌ایم. برای همین بار دیگر تشکر از سیاف از همین 3 کتاب البته فقط نبیره شنباله میشناسیم. هر وقتی که انسان از گذشته میگن یک میخواد از خودش نشون بیاورد، میگن یا یک خانه خوبصورت باید یا یک درخت یک نقاش نامد یا یک کتاب نویسد که البته محتوی بلندش همین کتاب نوشتن است. ما ورق زدم واقعا هم استاد در سالن بسیار خوب گفتن تاریخ باید که فراموش نشود، این شخصیت‌ها باید که فرزندای ملت دانند. با ببینید امروز قهرمان‌های ما کشیدن که کدام لیدران که کدام مردم پس کی میرن، پس یک شخصیت‌های میرن که روش زور هستند، دو شخصیت‌های میرن که چی هستند
اصلا از فرهنگ از این چیزا دور هستم و همین شخصیت رو معرفی کنیم که مردم دونن که اسپسی کیران و که او پیروی کنن و همین سه نامه خیلی مبارک است. من اندیشه میکنم که اینجا همه برادران ژورنالیستان نشستن باید که این چیزا تبلیغ کنن و خودی همین کتاب با کتاب رو آوردنی مردمی که اصلا خودشون به ژورنالیستیک مشغول هستن و هر هفته گازیته میبرن با چند فرم داریم و با جنجال همراهی میکنیم آماده اندیشه میکنیم از زمین من میکنم که از کاروی بیهوده سکرین شات کردن و این چیزی بسیار ارزشمند است. اگه سایف تبریک میگم ما اینجا اگه جون کتی امروز اومدگی البته چیزی خوب گازیته همون هستیم که مردم آگاه باشن برای شما برای احساسی که واقعا مردمی است باورک باشن. برای مخصوص جان حسین بازداشت کردن بودن دو سه روز بعد بر اومد رنگ این روزانه که از ژورنالیست‌ها رو یک تن زدن میگن زدن بعد ایزورات میشه از اسکرین میکنه از هیچ که نبود بعد مخصوص جان بر اومد چی شد؟ هیچی نزدن ما هم رفته در همون پیش قرارگاهی که مقصود بازداشت کرده که زنده برد سال 93 بود شوخی نداره بارها ما را هم بردن لطوکو بود پروندن یک بار حتی من قسم میکنم که ما را گرفتن با عبدالفتاح وحیدوف کوه بردن موندم کجا رفتیم پیش پراکرور بعد کوه دپروس بعد خیلی یک تاش شناس برای من رو برداردن اومدیم بعد همین مقصود جان برای من گفت من همین گفت یک شکوتی هم نزدم بعد یکی چندی روز پس امریکا رفته بعد در اونجا اجرات پخش شد که را تا کوب کردیم تمام بیشمدان بعد اومد بعد خیلی ما که جورا بودیم هم اومد ما یا نگفتی یک شپلاق زدن رفتی اونجا ما را بوده من را یک شپلاق زدن نه ما را لگت کوب کردیم چون مردم کتاب بنیاده اولین کتاب اوستا از ما میگم که تالارهای بسیار بزرگی هنری نبود یک تالار بسیار بزرگی رونمایی کتاب باید ما داشته باشیم و یک ما تبلیغ شود نه کمتر از 3-5 هزار دانشجو اهل علم معرفت در چنین محفل‌ها صورت بگیرد. ببینید اگر این قدر غذای معنوی اینجا پهن پرش شد اگر اینجا می بودن 500-600 دانشجو کارجو ژورنالیست صاحب قلم نو قلم و باز چقدر زیبا میشد. خب خیلی تأسف میکنم که با روانشاد مقصود حسین شخصا باشنو نبودم ولی در محفلی که سیاح باشد در محفلی که رفته جانبی باشد در محفلی که ژورنالیست‌ها باشد نبود محفلی که سخن درباره پدر شما ما بسیار خوشنود و خوشبختم که این بعدی مرگی پدر دوستان پدر و ازواج ما بعد شما هم در این رابطه با دوستان پدر هستید و اینا هم که همچون دوست همچون برادر همچون رفیق شفیق نام پدر شما رو فراموش نمیکنن و هیچ کس فراموش نمیکنه. هر کس که سخنی گفته است اندیشه روی کاغذ آورده است هیچ وقت فراموش نمیشه. روانش شاد باشد. شریف سعیدزاد البته من باعث دیرکتور رادیو تاجیکستان 6 سال کار کردم. دو نفری بودن که یک فرضیه را انکار کردن علاءالدین و شریف سعیدزاد خنده اون را دراز نمیکردن. این برای که اینا کلون نبودن. اینا خنده های پر از درد داشتن. دردهای پر از خنده داشتن. و توسط خنده میخواستن دردهای جامعه رو با مردم برسونن. توسط خنده از اجتماعی بدی خودش میخواست این سعیدزاد و مردم چیزی گریه ولی نمیتوانست که گریه کند. او با خنده با شوخی میگفت از اجتماعی بدش، از اقتصادش، از کمبودی‌های خانواده‌اش، از کمبودی‌های جامعه‌اش و همطور هم دارمتی علاوه‌ای. اکنون درباره ایشان بالا من راهی ما را کشاد جناب سعید هنوز خدا رحمتی ایشان ابرار وقتی که دیرکتور رادیو بودم من سر کردم کنارمنی دولتمند بی را
که رحمتی ایشان ابرار درک گفتند و اکا جنوبی مشاورم بود و گفتن که من آثر کردم بیا شما آثر کرده بیا هر دوش یک کنیم با 2 نام ولی عمر وفا نکرد اکنون بعد مرگی من جرأت نکرده ایستادم که همه نشر کنم که نگوید که عبدالقادر اثر ایشان ابرار را دزدید ولی با کمک شما برادران من گمان میکنم که بعد ایشان بلد این کنارمان ما نام دارد دادخواه یکی از تخلصهای دولتمند بید دادخواه بله. و نام رمان نام کنارمان است تقریبا 80 صفحه کمتری است ولی به هر صورت من گمان میکنم که بعد اکنون با اکای جنوبی گرفتیم اینستیتوت تاریخ ریسرچ ندارد بعدا با مقامات دعوت کردن و گفتن که در مورد بازماچیزم و احیا کردن این شخصیت ها شما اکتفا کنید ولی وقتی که یک ماه پیش شفق میرزایف بازماچی های ازبکستان رو در کاتگوری قهرمان های ملت با فرمان خودش وارد کرد و حتی ابراهیم بکر ابراهیم بکر و من گمان میکنم که اکنون راه ما هم باز شد الحمدلله ایشان بالا در مورد ایشان بالا من خوب آشنا هستم هم از سخنهای برادرم سیاف و هم از رحمت ایشان ابرار و هم از استاد جنوبی و هم از بعضی پژوهش‌های بیزینی نوشتن همین دادخواه ما سر کار گرفتیم و بعدا رمان نبرد عرصه گرگانی رحمت ایشان ابرار به همین سالها محض به همین سالها دخل دارد که خیلی کاری خوبی کرده سیاف خیلی کار خوبی کرده و یک بار دیگر ناترسی جوانمردیش رو اثبات کرد بار دیگر میگه که ما هنوز سال 2006 میخواستیم این چاپ کنیم ولی هم مقامات نمانده و هم اینستیتوت تاریخ ریسرچ نداد و هم ما میخواستیم که روی کینا بیاریم روی پرده کینا بیاریم ولی امکان نیفتیم از صحیفه‌های سر من تقریبا آشنا هستم با این درمان از سخن‌های برادرم سیاف آشنا هستم مبارک شود و بزرگان زنده می‌دارند و این 2 نفر برادری که حالا اینقدر ذکر خیرشون رفت ما از این تشبث شماست سلام باشم حتی یک حادثه عجیب که سیاف هم بود بعد تمام کردن شریک برنده همیشه توی معرکای ما بود باقی میمون در سوزوده رفتن با درجه سلیمی بود که فکر نمیکرد که سخنی باید برای دیگران ناسلیمی و نادرست میفهمم و من در توی من برادر عزیز میشینم برنده توی میشه و همینقدر همپرسم منظمه کرد وصف میکنم که ما خواهر و برادرانه کامل شدیم ما همه معتمد در فرسی خوب بودیم دوستی خوب بودیم حتی در بین سخنش میکنیم و زیر یک گروپا کلام شدیم همون لحظه سیاف میگه او در زیر یک گروپا خوب میکرد همون لحظه سیاف میگه اوه خانهش صبح این تلدار چی میکرده باشد اینجا اشتباه کردیم اینجا ترسون شده خلاصه هم شد که بعد چند دقیقه جنگ و جنجال و هیاهوی میبید دویده که سیاف یو مرا زدم میگه که هم زدم خیلی میگریزه موی 4 نفره اینجا یک اشتباه خیلی میگریزه تو نخواهم خیلی گرد بودی که ما زیر یک گروپا خوراک اینجا ما هیچی در نظر نداشتم من اونقدر صمیمی بودن همپرسا ما گفتم ما گرفتیم و باید زنش هم سر داد زنش از پاسی ما اومد بعد همیشه میگفتم که ایش شریف من گفت سایلگی همین شریف باید خانه بیرون کردیم میگفت نه من باید از یک جاهل خلاص کردم و شاید خلاصش هم درست بود که هم مرد جاهلی که صمیمیت زنش و همپرساش هم فهمید میگفت من از یک مرد جاهل خلاص کردم مقصود حسین روی کارآوردن اگر در همین زمان میبودن در همون زمان اون کس وظیفه‌ای که امروز اینترنت همین فیسبوک اجرا میکنند اون کس اجرا میکردن ما درباره صحت و سلامتی صوتی روزاده تنها توسط استاد حتی همین خبری که من دارم میدادم که استاد امروز سلامت هستم ببینید که اون وظیفه فیسبوک اینا توسط گزیده چرخی گردون یا هفتن اجرا میکردن ولی همین بسیار میخواستم که همین چیز شد و دیگر چیز
یک بار دیگر همین کتاب یک بار دیگر باید ژورنالیستان سر یک چیز فکر کنند که هر چی که می‌نویسند اون نوشته‌شون نوشته روز است یا نوشته جاودان. اکنون ببینید که از مقصود حسین کدام موضوع ما یا اون کتابی که شما انتشار کردید کدام موضوع و گذشته از این بسیار می‌خواستم ما مثلا امروز گزیده فرج، گزیده استر، مثلا منبر خام بسیار گزیده‌ای که به مسائل اجتماعی، فرهنگ، ادبیات اعتبار میدن بسیار میشد که در یک سال یک کتابی مثلا فرج، یک کتابی استر چاپ شد که در اونجا این مقاله ها برگزیده انتشار شد. شاید این باشه لیکن همین چیز بسیار خوب میشه. من یک بار دیگر همین شما رو مبارکباد میکنم، آرزو میکنم که این گونه محفل‌ها زیاد باشد و همین شما رو به شهر خوجند دعوت میکنم، به محفل گنجسپند دعوت میکنم. خداوند همیشه در سلامت همین شما رو در فرجام دلخواه محفل سخن گفتن مخصوصیت خودش را دارد. یکمش همان میباره که شما گفتید در پیش را تاکید کردن آشلانش مردم تحریک میبخشد، سرسنه میکند و برای سخن کردن مثلا مشکلی در آن است که اکثر سخن‌ها گفته میشوند و چیزی بیکر گفتن نسبتا دشوار است. من خیلی کوتاه سخن میکنم. متاسفانه به ما شرفی همنشینی و همکاری با علامه‌شاه مسعود حسین نصیب نگشته بود و من نمیتوانم در مورد آن کسشون همشینی و تنها توسط نوشته‌هایشان میشناسم و کارنامه آن کسان رو میدونیم مبالغه میکنم. کارنامه میگن دو جمع نمانه دوام میگن که بسیار باعث افتخار است و شریک میرزایزاد رو نیز تو اندازه رایگانه نشناختم. چند بار در مکتب شما برادر گرامی سیفی میزراب هم نشین بودیم و چون سخن سری همین دو ابرمرد ژورنالیستیکای تاجیک هم میرود ما باید از سهمی سیفی میزراب در گرامی داشت همین نفر رو بگیم و من بسیار میخواستم ما هیچ وقت فراموش نکنیم که این اقدام اولین و آخرین سیفی میزراب نیست. این تجربه که نسبت روانشناس اکبر ستار بود و حتی بعضی همکسان ما همون هم تحریف کردند و من باوری دارم که در آینده این روند ادامه می‌یابد چون که شما همون سلوگانی خودتان هستن میتوانید و این باید عملی شود چون که در شرایط کنونی که ژورنالیستیکا را یک عده شهر بی‌دروازه کردن بودن این نفران چون شما و گرامی داشت این نفران چون برادران ما این تقاضای زمان است. در مورد ایشانی بالا سخنهای خیلی زیاد گفته شد و من میخواهم یک نکته‌ای که تا اندازه از مد نظر برمان و همون اکتفا کنم و سیفی میزراب رسالتی که با نشر ایشانی بالا و سامان رساند این طول کردن خالیگاه. منظور من چی است؟ یعنی همونطوری که در مقدمه کتابم آمده است در ادبیات تاجیک طول 100 سال اخیر جای برای قهرمانان جسور و نوپس تا اندازه خالی بود و مثال برده صدراتی بود دیگران و شما همین خالیگاه را طول کردید. مبارکتان بود و از جانب دیگر شما نقطه تمد گذاشته و موضوعی که استاد عزیزم بخاطر بخواه گفتن یعنی که تا این زمان باز انعکاس این موضوع وفس این موضوع تا اندازه تابو بود و شما نقطه تمد گذاشته که این موضوع از این پس تمد نیست و من باوری دارم که این روند منبع توسعه می‌یابد و شما برای کار و حاصلین موفقیت و سربلندی. در نمی‌آید زیتن‌هایی صدا از هیچ دست لال گویا می‌شود گر ترجمان پیدا شود. واقعا امروز من شخصا از نام خودم و از نام اهل گروه ایجاد گزیده SSL قدم‌های یکایک شما رو به این محفل خوش آمدید میگویم. مخصوصا وابسته از نام مادر داشته اتفاق ژورنالیست برای سرجم آوردن خاطره گذشته ها رو پاس داشتن اونها رو فراموش نکردن کتاب های اونها رو نشر کردن شمعی ایجادشان رو پوف نکردن شرط نیست که ما حتما دستنگر یگان سفارت خارجه شویم و رویم گرند طلبیم و طلبندگی کنیم و به یگان جاها مراجعت کنیم. باور کنید این کاری که ما کردیم جزئی ترین کوچکترین کاری هست که ما تنها با همبستگی و همدستی دوستان خود کردیم و این کوچکترین کاری هست که ما برای گذشته ها کردیم و اگر ما خواهیم همه ما سرجم باشیم
من عالم ژورنالیستیک، عالم ادب، عالم قلم رو در نظر دارم و اگر ما از ننگ، ناموس، آر، افتخار، غروری ژورنالیستی کار بگیریم، ما به زنده ها هم کمک میرسانیم، به گذشته ها هم کمک میرسانیم. ژورنالیستان یک اتفاق هستند که میتوانند با هم یک شده. امروز ببینید 4 کارمند کوچکی نمیدونم تاجر است، کفش میفروشد یا چی میفروشد، سرجم میشوند، بیناهای بلند آشیانه میسازند و با یکدیگر تقدیم میکنند. چرا اتفاق ژورنالیستان این کار رو نکند؟ چرا ما نتوانیم که مثلا یک اتفاق مستحکم بسازیم؟ چرا ما همه یک قدرتی هستیم که جهان از ژورنالیستان میترسد، میلرزد، هراس دارد. عبدالقادر بسیار گپ خوب گفتن که شریف و علاءالدین عبدالله اثبات کرده که خنده اون رو دراز نمیکند، کوتاه میکند، اما عبدالقادر اینها دیگرها را میخنداندند. میگه قاه قاه میگیرید خنده که من دارم. خنده های اینها گریه داشتند. ما هیچ وقت خنده های گریه های دوستان را فراموش نمیکنیم. من از یکایک که شما عرض سپاس میکنم. من مخصوص بر یگان کس دعوتنامه نفرستادم مثل که دیگرها میکنند، زیرا من باور داشتم که انا همین بمان، انا همین محفل، انا همین چهره هایی که هستند خود از پیش خود جمع میگوید و روح گذشتگان را مشاهده میکنیم. خدا جملگی را طریقه رحمت شایسته جنت بگرداند، شما همه شما را عمر دراز پر برکت نصیب بگرداند و در کجای باشید و نباشید هیچ وقت فراموش نکنید که ما میتوانیم